کدومتون دماغ عمل میکردی؟ من. مشتری داریم. مریض. خودتونی. بابا آدم شرمش میاد زیرا به همچین آدمی بزن. من شرمم میاد. دیگه همین مونده بود شما یکی از شرم و حیا حرف بزنید. بچه مثبت مزخرف. وحشی بی فرهنگ. مشکلی دارید شما خانم؟ نه من منظوری نداشتم. البته نباید هم منظوری داشته باشن. از قیافتون پیداست که بهره هوشیتون مطمئنا به 70 هم نمیرسه. اگه منظور داشته باشید خیلی عجیبه. 70 هم زیادشه ولی به تو چه؟ روی قیمت سکه های خود کشور ونزوئلا چی؟ قیمت سکه های ونزوئلا چه ربطی به من داره خانم؟ مگه من از ونزوئلا زن گرفتم خانم؟ من نمیدونم. میخوایم بریم از ونزوئلا هم زن بگیریم. چشم میگیرم از ونزوئلا هم زن میگیرم خانم. به چیز نازنین خانم روشن، چیز به کتی خانم روشن. از ونزوئلا برو بیرون. درست صحبت کنید آقا. با منی؟ نه خیر با آقای ناصر هستم. من دیگه تحمل این توهین ها رو ندارم. کدوم تو اینا؟ اصلا کی با تو حرف زد؟ شما با من حرف نزدید؟ شما نبودین که به من گفتین من چطور تا حالا نرفتم زیر لاستیک ماشین؟ اون که من نیم ساعت پیش بود. واقعا؟ عذر میخوام فضولی میکنم اما شما الان عصبانی هستین یا کلا قیافتون این شکلیه؟ الان عصبانیه. گفتم آدم که این شکلی نمیشه که. واقعا غیر قابل تحمل آقا ناصر. با منی؟ من اصلا حرفی زدم؟ من چیزی گفتم به شما؟ منظورتون چی بود که گفتین اگه همه آدما مثل من بودن نسل انسان منقرض میشد؟ خوب شد گفتین آقای دکتر این چیز اومده. چی؟ این چیز دیگه. خب کی؟ خانمشون اومده؟ آها این. ببخشید شما تو جنگیر بازی نکردی؟ نه خیر. نه خیر. اره یک. نه. اره دو. چی کار داری میکنی آقا؟ شما اینجا چیکار میکنید؟ شما اینجا چیکار میکنید؟ شما مطلبه. من تولد مردونه. بفرمایید بیرون آقا. برو بیرون. برو بیرون. خانم شیرزاد. اینجا شبیه دستشوی مردونه؟ شما خودتون گفتین اینجا دستشوی زنونه نیست. آها چون دستشوی زنونه نیست پس دستشوی مردونه است. همون جوری که هر کسی که زن نیست مرده. این بابای دکتر افشاره؟ نه خیر اون گوزه. اون کناری بابای آقای دکتر افشاره. که مرده؟ کدومشون گوزن یا پدر آقای دکتر افشار؟ گوشی لحظه میگن دو تا جسد داره میسنه صاحب. چه خوب شاید یکیش مال ما باشه. راست میگه شاید یکیش بابام باشه. خوشحالی داره نیما اگه بابات باشه که مرده.